ثنا و ستایش میگوییم که ما را به توفیقش جمع کرد و از فضل و رحمتش مسرت میکنیم تا در این نشست آنچه گفته می شود شنیده می شود سبب کامیابی در دنیا و آخرت، سبب زیادت ایمان، سبب رستگاری همگی باشد انشاءالله. و خداوند را هم میگوییم که به این دینی بزرگ ما را هدایت کردن و از پیروان بهترین پیامبر قرار دادن و این امانت که دینداری و ادای رسالت ایمانی است ما را و برداشتن این امانت شرافت بخشیدن. در حقیقت حیات بدون تعلیم، بدون کوشش، بدون یک چیز نو آموختن هیچ ارزش ندارد. حیاتی با کرامت و حیاتی با لذت، حیاتی خوش همون حیاتی است که انسان همیشه در پی آموزشی چیزی باشه. مع المحبره الى المقبره، شعار طالبین باید همین باشد. زگهواره تا گور دانش بجو. کلید هزاره اسلامی، تمدن اسلامی کلیدش کلمه اقرا است. اولین خطاب، اولین امر، اولین کلمه قرآنی که نازل شد اقرا است. خوشا به حال شما که به تطبیق یا به اجرای این امر مشغولید، به اجرای اقرا. از هر مسافه ها آمده تا چیز خوانه و چیز یاد گیریم. و علم و معرفت در عصر ما قوت حساب است. هر کسی دانشی بیشتر دارد قوی تر است. حتی اگر هم در قد و قامت در جسه خردم باشد قوی محسوب است. المعرفت قوت میگم. دانش توانایی است. در قدیم هم شعرای ما گفتن توانا بود هر کی دانا بود. هر کسی دانشمند است تواناتر است. به درجه دانشت توانمندتر استی. خوشا به حال شما که در این راه، یعنی در راه علم آموزی، در راه قوی شدن. بعضی ها مثلا بعضی خانه‌هایی که مخصوص مشق است که زل نام دارد میروند تا جسم خود را قوی سازند. بعضی ها دانشگاه میروند تا عقل خود را، دانش خود را، یعنی معنویات خود را قوی سازند. عقل خود را رشد دهند. یعنی و اولین خطاب خداوند که اقرا است آن را اجرا کنند. این فرض است. یعنی ما در علم اصول فقه میدونیم که امر قرآنی افاده وجوب میکنه. یعنی اگر خدا چیزی را امر کرد حکم شرعی همون کار فرض میشود. فهمو؟ ما بعضا امرهای نماز و روزه و حج و زکات اینا را میآموزیم در فقه، لیکن اولین امری قرآن بعضا شاید توجه نکنیم. اولین امری قرآن که این قاعده اصولی به آن تطبیق می شود بخوان است. پس خواندن فرض است. خواندن اختیاری نیست. یعنی اگر خواهی میل داشته باشی میلش بخوان بچم، اگر میلت نباشه میلش یگان ساحه دیگر را نه. اقرا امر الهی است که افاده امر فرضیت است. یعنی حکم شرعیش فرض می شود. اختیار نداره که دیگر نخوانی. اگر نخوانی نزد خدا جواب میگوی که چرا نخواندی. اولین امری که من برای شما بندگان کردم میگوید خداوند این است که بخوان. گفتم چرا نخواندی؟ مثل که چرا گفتم نماز گزار نماز نگذاشتی، گفتم روزه دار روزه نداشتی، راستگو باش راست نگفتی مثلا. این چنین سوالم میشود که بخوان، گفتم چرا نخواندی؟ که اینم رحمت است که خداوند توفیق بخشد کسی بیدار شود و در فکر رشد خودش شود، که این رحمت است که اختص برحمته من یشاء. نه هر کس موفق می شود و از خواب غفلت بیدار می شود تا خودش را رشد دهد. امروز من اینجا نآمدم تا درس تفسیر تیم یا درس نحو یا درس حدیث یا فقه. این درس ها را شنیدید و ان شاء الله آینده با جای دیگر میشنوید. امروز اینجا روبروی شما شدم تا درس دیگر از نوع دیگر تیم. می شود نامش را گوییم درس حیات. درسی که در کتاب های فن های معمولی که می خوانیم در مکتب و دانشگاه ها یا در حلقه درس
این درس در اون کتاب ها نیست، در اون مواد نیست. در اونجا تفسیر میخونیم، صرف میخونیم، نحو میخونیم یا هر فنی از علوم انسانی. اما امروز درس ما نامش درس حیات است، یا نام دیگرش می شود درس کامیابی گوییم. چون کامیابی درس نیست که همچون در مکتب رو بخوانی یا در دانشگاه خوانی و همین چند سوال جواب دهی و از امتحان گذاری موفق شوی تو رو گویان که شخصی کامیاب. چون این نیست. آموزش ها نشان می دهد که کسانی که در مکتب ها، در دانشگاه ها دائم بهاهای بلند میگیرن، اثبات شده که دائم زیر دستان کسانی کار میکنن که بهای میانه میگرفتن. المهم گفتنی هم که معیار موفق شدن تنها دانشگاه با بهای اعلی خواندن، از امتحانا گذشتن، نمیدونم چند کتاب حفظ کردن معیار موفقیت نیست. برای موفق شدن با دانش که البته باید خوب خواند، باز چیزهای دیگری هست که باید انسان آموزد، کسب کند، به دست آورد که امروز بعضی این چیزها را برای شما شرح خواهیم کرد به شکل مختصر. در واژه عربی نجاح میگویند، یعنی موفقیت براره یا کامیابی را النجاح، فلان ناجح، یعنی شخصی کامیاب است. نجح ای اصاب غایته، ادرک غایته، فلان نجح میگویند یعنی ادرک غایته، به مقصدش رسید. موضوع ما چگونه کامیاب شویم. کامیابی یعنی چی؟ یعنی چگونه به هدف رسیم، به همون مقصدی که در پیش گذاشته ایم در زندگی، به کدام راه ها به همون مقصد رفته رسیم. چون که نجاح همین بوده اصاب غایته، به مقصدش رسید، خواسته اش را به دست آورد. البته این مفهوم در هر قوم و ملت معنای خاص خودش را دارد. این کلمه به هر گونه تفسیر میشه. کامیابی را هر ملت و قومی وابسته به دین و فرهنگش هر گونه میبیند. ما وقتا کامیابی میگوییم منظور ما تنها ثروتمند شدن، شرکت فرمه خوبی موفقی کشادن اینها نیست. شاید در غرب این معنا باشد. کامیابی یعنی همین که میلیونر شوی، کامیابی همین که شخصی شناخته شوی، مشهور شوی. یعنی که کامیابی در مفهوم اسلامی در نزد مسلمان از کامیابی که غرب میگوید مثلا فرق دارد. در نزد غربی یعنی قسمت پدر و مادرت راضی کردن، شاد کردن اهمیت ندارد. یعنی یک شخص رو میتوان کامیاب گفت گرچه که با پدر و مادرش مثلا قهری است، سالها رو نمیبیند، لیکن در مفهوم غربی و شخصی کامیاب است مادام پولدار شده، مادام مشهور شده. لیکن در مفهوم اسلامی دینی که ما داریم و شخصی کاملا ناکامیاب است، حتی اگر هم میلیونر باشه. چرا؟ چون که کامیابی در نظر ما مسلمانان مفهومی دیگر دارد، تفسیری دیگر دارد. پس مهم است که ما به این ترمین، به این واژه، به این اصطلاح نگاهی درست اول داشته باشیم که کامیابی چیست. کامیابی به انجام رسیدن، یعنی به اتمام رسانیدن کار و رسیدن به هدف در کار و یا در تحصیل. لیکن من یک قوس کرده علاوه کردم در دایره احکام شریعت و پایبندی بر تعلیمات دین. چون که شخص اگر به هدفش رسد لیکن در راه رسیدن اگر از دینش، از احکام دینش بیرون شود، حلال و حرام را رعایت نکند، به منکرات دست زند، فریضه هاش ضایع شود، دیگر وای به هدفش هم که رسد او رو نمیگیم شخصی کامیاب است. چگونه کامیاب گوییم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کی را من فاتته صلاة العصر فکأنما وتر اهله و ماله. مثلا شخص نماز عصرش از دستش رود برابر به این است که مال و اموال و فرزند و داراییش از دست داده است. یعنی این دیگر میلیونی و چی بدر میخورد مادام عصرش قضا شده مثلا. پس شخصی کامیاب در نظر ما، در تفسیر ما همان است که به هدفش رفته میرسد، لیکن به این قید، به این شرط در دایره رعایت کردنی احکام شریعت.
چه رفتن در خارج در گرورد مثلا صاحب دیپلم شدن آمدن است که تو پدر و مادرت رو آزار داده باشی، رفته باشی آمده باشی، مثلا رنج داده باشی، مثلا برای دیگر کسان تو شخصی موفق هستی، اما برای مسلمان در مفهوم اسلامی تو شخصی ناموفق هستی. به همین گونه پس باید ما اولا تصحیح المفاهیم، اول فهم درک تصور نسبت به کامیابی و ناکامی باید صحیح کنیم. اگر انسان به مصیبت و سختی هم گرفتار شود لیکن رضای خدا به دست آورد وی کامیاب است. لیکن شخص رضای همه اهل روی زمین را به دست آورد و خدا را غضب کناند، در غضب خدا گرفتار شده باشد وی ناکام است. به همین خاطر به هر چیزی که نظر میکنیم اولا باید دین مانه، ایمان مانه، تصورات دینی خود مانه پیش نظر بیاریم. از همین آینه باید ما به عالم و به مفهوم ها، به اشخاص، به احداث باید بنگریم. از زاویه اعتقادی که داریم، از زاویه تصوراتی که قرآن و حدیث برای ما پیشکش کرده، نه از زاویه غرب یا هر قوم و ملتی بیگانه. باید بدانیم که برای رسیدن به کامیابی یا به تعبیر دیگر برای شخصی کامیاب شدن قاعده هایی هست. کامیاب شدن اسراری دارد. اگر ما همون کلیدش نیابیم به همون خانه در آمده نمیتوانیم. هر قدر کوشش کنیم گردی همون خانه چرخ میزنیم، زحمت میکشیم، میخوایم از دیوارش جهیده درآییم، بیهوده است. اگر کلیدی رسیدن به موفقیت را پیدا نکنیم رسیدن نمیتوانیم. به همین خاطر اسرار النجاح گفتم من این موضوع درس. اسراری یا رازهای رسیدن به موفقیت. رازها یعنی اسرار. یکمین سر در راه رسیدن به موفقیت حصول القناعه. یکمین شرطش یا یکمین سرش همین است که در دلی تو، در ذهنی تو، در باطنی تو همین قناعت باشد که باید من موفق شوم، باید من شخصی موفق باشم. همین راه یعنی مثل که یکی از مدرب‌های یعنی ترینرهای امریکایی میگوید تصرف فکأن الفشل مستحیل لك. همون گونه رفتار کن که ناکامی گویا چیزی مستحیل است برای تو، یعنی چیزی نمیشدنی است. امام ابن قیم میگوید کل الاعمال منشأها الاراده. همه کارها منشأش اراده است. همین که اراده پیدا شد، همین که تصمیم گرفتی که شخصی موفق شوی، الکی یکم قدم در راه موفقیت را طی کرده ای. پیش از اراده تفکیر است، لیکن اندیشه است. حتی اراده ما، تصمیم ما یک مرحله دیگر هست که پیش از او مرحله اندیشیدن، فکر کردن است. وقتا نویسنده امریکایی حرف ایکر کتابی مشهورش رو نویست، اسرار و عقل میلیونیر، کتابی مشهور جهانی است، ترجمه شده به چند زبان ها. این صاحب کار است، نویسنده است، ترینر است. اسرار عقل میلیونیر یعنی میلیونرها چه خیلی فکر میکنن. میلیونرها منظورش نه که کسایی که علاقه میلیون دارن، نه، از آغاز چه خیلی فکر کردن که میلیونر شدن منظورش. این آدم وقتی این کتاب نوشته ببینید درباره کدام بارها در کدام کشورها خوب سودا میشوند، صادرات و واردات چه خیلی باشد، فابریکه چه خیلی ساخته شود، زبان، نه این چیزا رو نگفته. درباره چی نوشته؟ اسرار عقل میلیونر که شخص میلیونر چه خیلی فکر میکند. چون که همه این کارهایی که نام بر کردیم در نتیجه تفکری درست به درست میشود. این تاجر که درست فکر کند بعد صادرات میکند، واردات میکند، فرم میکشد، زواد میکشد، فابریکه میکشد. لیکن اگر نادرست فکر کند، حتی اگر از پدرش میلیون اگر به میراث مانده باشد در دستش، اون ضایع میکند، از بین میبرد. پس اساسی همه موفقیت ها چی بوده؟ منشأش، ریشش، سرچشمش این تفکری درست بوده. بله. پس ضرور است که قناعتمند شویم تا موفق باشیم. و باید اصلا این قناعتمندی باید در ما باشد. باید باشد. چرا؟ چون که خداوند ما را آفریده تا موفق شویم.
یعنی ما را برای موفق شدن آفریده خداوند. همین میدونید هر یکی ما را خداوند آفریده تا شخصانی موفق باشیم. به چی دلیل؟ ما را آیا خدا نه آفریده که سعی کنیم به جنت رویم؟ خدا ما را برای جنت آفریده، نه؟ از رسیدن به جنت دیده موفقیتی بزرگتر و دشوارتر هست؟ نیست. به همین موفقیت که یعنی قله همه موفقیت هاست، خداوند ما را تکلیف کرده، گفته همین کار کنید. یعنی من شما را آفریدم تا عبادت کنید، صالح شوید، به جنت رسید. پس وقتی خداوند به بزرگترین بالاترین موفقیت که در قله نهایی است ما را مکلف کرده، ما را وظیفه دار کرده، پس آن موفقیتی که در پایانتر از آن است باید به طریق اولا به شکل آسانتر توانیم. یعنی قرآن حفظ کردن از رسیدن به جنت خیلی آسانتر است. یعنی میلیونر شدن از به جنت رسیدن خیلی کار آسان است. رسیدن به درجه دکتری مثلا در هر علمی، در هر تخصصی خیلی به مراتب آسانتر از رسیدن به جنت است. وقتا بر رسیدن به جنت را خداوند به ما وظیفه دار کرده، ما را موظف کرده، سفارش داده که شوید. پس این چیزهای پایان تر از او را به طریق اولا باید توانیم. باید این قناعت را داشته باشیم که ما میتوانیم. ما آفریده شدیم تا موفق باشیم. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن استعین بالله ولا تعجز. اون صحابه را نصیحت کردن. اینا حدیث های روانشناسی نامشون میکنم من. حدیث هایی که کاملا مفهومش، مضمونش، محتوای روانشناسی دارد. از خدا کمک بخواه و خود را عاجز نپندار. نگو نمیتوانم. لا تقل لا استطيع بل قل كيف افعل. نگو نمیتوانم، گو چگونه کنم. راهش هست. یعنی دوم سر موفقیت الدعاء والاستعانة بالله تعالی. ما از خدا دعا کنیم و از خدا کمک خواهیم که ما را به موفقیت رساند. پس کسی که در راه موفق شدن است باید از آغاز از خدا اسباب موفق شدن را بپرسد. دعا و الاستعانه. به دلیل اینکه نه تنها این در غرب اصلا سبب است، نتیجه است. یعنی هر کار کردی نتیجهش رو میگیری. اما در ما سبب است، بله نتیجه است. ما در دنیای اسباب زندگی میکنیم، لیکن باز توفیق است، برکت است. این کلمه ها رو باید علاوه کنیم ما مسلمانان. چون که هست کسانی که در خود یک دانشگاه میخوانند، یک خیل مثلا دانش دارن، لیکن یک نفرش میبینیم که موفق میشود، اسبابی موفق شدن برایش فراهم میشه، یک نفرش نمیشود. پس اینجا همون مسببی اسباب لطف کرده که دیگری شود. یعنی اینجا فقط نقش خودش تنها نیست. وقتی یک درخت را مثلا در جنگل مثلا میبینیم، درخت خیلی زیبا، قامتش افراخته بلند، از همه درختها زیباتر است. ما خودی درخت رو میگیم که ماشاءالله درخت خوب بوده که از همه زیباتر شده. نه. چرا زیباتر شده؟ چون که اون خاکی که اونجا سبزیده خاک خوبتر بوده. چون که سیلی که آمده بود چند سال با اونجا نگذشته، وگرنه این درخت در نهال بودنش میبرد. چون که وای ماشینی که آمده چند درخت برید و هیزم برد، پیش این درخت نه آمده بود. چون که این درخت از شعله آفتاب بیشتر استفاده کرده ایستاده است، به همین خاطر درخت زیبا شده. اما این چیزایی است که درخت اینها را به خودش جلب نکرده. این خدا همین شرایط را برایش فراهم کرده، درختی از همه خوب شده. به همین خاطر اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. اگر کمک و لطف خداوند برای جوان، برای بنده نباشد، اولین چیزی که بر ضررش میبیاد، دردی سرش میشود، همون کوشش و تلاش خودش است. این در اولین راه ناموفق میشود. به همین خاطر دوم قدم در راه موفق شدن دعا کردن از خدا، استعانت پرسیدن و یعنی اظهار عجز و ناتوانی پیش خدا در خلوت کردن. دعای صبح و آهی شب کلیدی گنج مقصود است. حافظ میگه دعای صبح و آهی شب کلیدی گنج مقصود است. بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. به این راه و روش که روی و پیامبر صلی الله علیه و سلم به رضای خدا انشاءالله میرسی. گفتن شرط سوم در راه رسیدن موفقیت اغتنام الفرص فی الحیات. غنیمت شمردن فرصت ها در زندگی. در حیات هر کس
فرصت‌های زیاد می‌گذرد به طور سرمان، به پیشمان، به پهلویمان. برای همه کس خداوند فرصت‌ها را تقسیم می‌کند. این خیلی نیست که برای بعضی‌ها دهد، برای بعضی‌ها ندهد. برای همه خداوند یکی از نام‌هاش عدل است، یعنی صاحب عدالت است. کسی را از چیزی محروم نمی‌کند، بعضی‌ها فرصت دهد، بعضی‌ها را ندهد. برای همه فرصت در زندگی مهیا می‌شود، اما بعضی‌ها این فرصت‌ها را استفاده می‌برند، غنیمت می‌شمارند، بعضی‌ها غنیمت نمی‌شمارند. اینجا گپ در تقسیم یا خلل در تقسیم فرصت نیست، بلکه خلل در کوشش بعضی و کوشش نکردن بعضی دیگر است. دیگری از خصلت شخصان موفق همین است که فرصت را نمیگیم استفاده میکند، نه صید میکند. این تعبیر استفاده کنید. باید پایده شیند تیر فرصت در کمان جهد توست، میگه شاعر. تیر فرصت در کمان جهد توست، میرود تیر از کمان اندیشه کن. این فرصت رنگ همین تیر است که در کمان کشیده تیار ایستاده، اون زیاد طول نمیکشد و فرصت 10 بار برای تو تکرار نمیشود. معذرت، تو که تو استفادهش نکردی نصیب کسی دیگر میشود. ممکن رفیقت، ممکن همسایت، ممکن شخصی پهلوت و استفاده میکند، تو میمونی. چهارم سر موفقیت که در این سر باید خیلی خوب متوجه باشید. یعنی میتوان گفت که بسیار کسان تا اینجا این راه ها را طی میکنن، این شرط ها را فراهم میکنن، لیکن در همین شرطش از امتحان میافتن. همین شرط باید جدا میکند بیشتر شخصان موفق را از ناموفق. الجد والاجتهاد واغتنام الوقت، کوشش و تلاش بردوام و خوب استفاده کردن از وقت. فرصت استفاده کرده، دانشگاه دا قبول شده، اما میبینیم که دانشگاه با آخر نمیرساند. یک سال اول خوب خوانده، میبینیم سال دوم هم خوب خوانده، سال سوم میبینیم از چند درس مانده. جد و اجتهادش ضعیف شده. بردوامی در کوشش انسان بر موفقیت میرسونه. ما زیاد طالب علمایی داریم که 10 پاره میدونن، 15 پاره میدونن، 7 پاره میدونن، 20 میدونن، حتی 25 میدونن، لیکن یک عددی معین داریم که حافظ قرآنن. یا کسایی داریم که حفظ قرآن کردن اما حالا حفظشان در دستشون نیست. اما یک گروه آدمایی هستن که حفظ را کامل کردن و حالا حافظن. چرا؟ برای همین شرط، چون که همیشه کوشش کرده، تکرار کرده شیشتیم. اگر یک مدت کوشش میکردند و باز می ایستادن، در 10 پاره باز می ایستادن، اما کوشش را ادامه دادن. اگر ادامه داده به اتمام میرساندن و ترک میکردن، فراموش میکردن، لیکن حالا فراموش نکردن چون که بر دوام تکرار کردن. و مسئله علم هم چنین است دوستان. شخص هر علمی را کسب میکند، هر تخصصی را که حاصل میکند، دیپلمش هم میگیرد، علمش هم میگیرد، اگر 5-6 سال مشغول اون درس نباشد، آهسته آهسته با کسانی نامتخصص برابر شده رفتن میگیرد. علم همین خیلی خصوصیت دارد که باید با علم همیشه همزیستی کنی، باید خوانده استی. یعنی باید دانیم که قله‌ای به موفقیت رسیدن جایی نیست که تنبل ها و کسانی که راحت میخواهند، کسانی که میخواهند 8 ساعت 9 ساعت هر روز خواب روند، جای اونها نیست. شخصی که میخواهد به موفقیت رسد هرگز و 9 ساعت خواب نمیرود، 6 ساعت میخوابد، 5 ساعت میخوابد، گاه 7 ساعت میخوابد، اما 8 ساعت هم نمیخوابد. حالا گفتیم خواب از جهت بهتر است از این که انسان در این وسایل تواصل بیکار عمرش را گذراند. خواب خوب است نسبتاً به این. چرا؟ چون که در خواب استراحت میکند، ذهنش قوت میگیرد، بدنش قوت میگیرد، خیسته خوبتر درس میخواند. اما در شبکه اگر عمرش ضایع کند، بیشتر عصبانیتی، بیشتر خستگی، بیشتر درسش هم ضایع میشه، عمرش هم ضایع میشه. پس شخصی که میخواهد موفق شود، به موفقیت رسد، باید 3 حرف را پیش نظرش همیشه نگه دارد. 3 حرف، 3 عباره گوییم میشه، شعار کند باید همین 3 حرف را: بر، با و از. بر، با، از.
بر یعنی چی؟ بر یعنی مداومت بر چیزهای، مداومت یعنی استمراریت، پایبندی بر چیزهای معینی. مثلا هر روز باید نیم جز قرآن تکرار کنند، مثلا اگر حافظ قرآن باشند. اگر زبانی نو آموخته شده است هر روز باید 20 کلمه مثلا حفظ کند. مداومت بر کارهای معین، برنامه‌ای که دارد. مداومت بر کارهای، آغاز نمودن با چیزهای جدیدی باید آغاز کنید. وقتی شما برنامه ریزی میکنید، برای خود هدف میگذارید، اون زندگی که ماهی گذشته داشتید نباید به اون زندگی ادامه دهید، چون که شما هدفی نو گذاشتید. باید شکل زندگیتان، طرزی روزگارتان الکی باید فرق کند. چیزهای نوی باید اضافه شود. تکرار، حفظ نو، گوش کردنی بعضی درس ها، مثلا درباره قرآن، تاریخ قرآن، مثلا برای حافظ. برای شخصی که میخواهد تاجر شود، گرفتنی کورس ها، مثلا رشد دادن خودش، آموختن بازارها، دیدنی مثلا بیرژه ها، کورس ها، چیزهای نوی در برنامه روزمره اون شخص اضافه میگردد. بنابراین آغاز نمودن با چیزهای. ازش چی معنی داشته باشد؟ بر، با، از یعنی دست کشیدن از چیزهای. برای اینکه خواهی موفق شوی، به این نقشه‌ای که گذاشتی پایبند باشی و به اون هدفی که گذاشتی پیش خود خواهی اگر رسی، باید از چیزهای زیادی که داشتی، عادت کرده ای و تا امروز نگذاشتن که به موفقیت رسی، از اون چیزها باید دست کشی. اما اینکه همون چیزها بازم در تو باشند و خواهی موفق شوی، نه، این مستحیل است، این ممکن نیست. چو کوشش نباشد تنی زورمند، فردوسی حکیم بیت زیبا دارد، میگوید چو کوشش نباشد تنی زورمند، نآرد سر از آرزوها بلند. که اندر جهان سودی بیرنج نیست، کسی را که کاهل بود گنج نیست. در دنیا میگوید سودی بیرنج نیست. یگان کار، یگان چیزی، یگان دستاورد بدون زحمت به دست نمی آید. هر کسی رنج نکشد گنج به دست نمی آرد. که اندر جهان سودی بیرنج نیست، کسی را که کاهل بود تنبل بود گنج نیست. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، میگه سعدی. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. کسی کوشش کرد، کار کرد و مزد به دست می آورد. کسی تکرار کرد، صبح خیست، خواب کم کرد، از تلفن دوری جست که حافظ قرآن شد. هر کسی نتیجه کار خودش را میگیرد. وقتی نیوتن هم میپرسیدن که این مسئله های دشوار ریاضی را چگونه حل میکنی؟ سر موفق، هیچ کس از ریاضیدان ها نمیتونن، تو میتونی، گفته از سر موفقیتش پرسیدن. چون این جمله زیبا گفت: اینی اضع الموضوع نصب عینی و انتظر حتی یبزغ فجره و یسیر نورا کاملا. من موضوع را در پیش چشمم میگذارم و صبر میکنم، تأمل میکنم برای حل اون معما تا اینکه صبح آن موضوع بدمد و آفتابش درخشد. یعنی من چنان اصرار، چنان یک روی دارم که تا همون مسئله حل نشود کار دیگر را میکنم، ترکیز پیش چشمم میگذارم. این شعار شخصان موفق است. ابو اسحاق زجاج امامی از امامهای نحو داریم که اصلا به ساختن شیشه مشغول بود، به همین خاطر زجاجش میگویند. 311 وفات کرده، آغاز عصر چهارم. شاگرد مبرد و ثعلب و شیخ امام جلیل ابو علی فارسی است. ببینیم یعنی وقتا که از یک ساحه دیگر تماما به کار دیگری مشغول بود. حال نمونه های اسلامی خواستیم. ببینیم از شیشه سازی، از شیشه کاری، از شیشه فروشی، وقتا که به علم نحو، به علم ادب آمد و کوشش و تلاش کرد، نمیگیم عالم شد، از امامهای نامور این میدان شد. ابو اسحاق زجاج صاحب بیشتر از 30 کتاب در صرف و نحو، در تفسیر قرآن است. حتی کتابی دارد اسماء الله حسنا را شرح دادگی است. شیشه ساز بوده اولا. مثل بعضی ما از خوردی پدر و مادرش به علم و به حفظ قرآن بزرگش نکرده، بعد آمده لیکن کوشش کرده، به مقصد رسیده. ما ابن حاجب داریم در بین علمای نحو و علمای اصول
یعنی عالم موسوعی است، هم فقیه است هم لغوی است. صاحب کتاب مشهور کافیه در نحو و کتاب مشهور در اصول فقه مختصر، ابن حاجب. پدرش چرا ابن حاجب میگویند؟ چون که پدرش دربان امیر عزالدین صالحی پسر تقای صلاح الدین ایوبی بودگی است. پدری ابن حاجب یعنی دربان همین کس بوده، یعنی از خاندان منصب و وزارت و اداره دولت. لیکن آمده دنبال علم رفته، از عالمانی شده که کتابش در نحو و اینچنین کتابش در اصول کتاب محوری و اساسی است. نگفته پدرم خیلی دربان است منم خیلی منصب رای همون پدرم میگیرم مثلا. نه، قناعتمند نشده. چون که ببینید که کنین نامی دربان های وزرا و امرا امروز هست در ما گرفته می شود؟ نه. اگر این پسر اگر عالم نمیشد پدرش هم کسی نمیشناخت، چون که دربان ها زیادن در وزارت ها و در دیوان ها. این دربان برای چی مشهور است؟ ابن الحاجب، چون که فرزندش عالم است. خب امام ابو حنیفه امام دنیا، فقیه امت، صاحب وسیع‌ترین و کلانترین مذهبی فقهی، اصلا سوداگر بود، متاع میفروخت، دکان داشت. یکی از تابعین دید گفت خوب میشود که علم آموزی، من در تو نجابت و یعنی بزرگی میبینم. رفته علم آموخت، 17 سال حماد ابن ابی سلیمان رو ملازمت کرد، شد از فقهای بزرگوار، بلکه فقیه الامه، یعنی امام الاعظم ملقب، بزرگترین امام دنیا در فقه، که حتی امام شافعی، امام مالک دست تسلیم میبرداشتن پیش فقاهت و نازک بینی امام در فقه شریعت. اصلا سوداگر بود. به هر کاری که قناعت حاصل شود و کوشش و تلاش همراه گردد، انسان به قله موفقیت انشاءالله که میرسد. پنجم کلید خسته نشدن، دلگیر نشدن و رعایه تدرج، رعایه زینه به زینه به موفقیت رفته رسیدن. هست کسانی که میخواهند امروز که به یک میدان آمدن میخواهند فردا یا ماه دیگر تمام با کسانی موفق همراه باشن، برابر باشن. برادر، اون کسی که میبینی موفق شده 25 سال 30 سال است که در این راه است. اون کسی که میبینی که دکان ها دارد یا نمیدونم ماشین ها دارد، ثروت دارد، در عالم دنیا گیریم، یا اون نفری که قرآن را بدون یک خطا میخواند و 10 قرائات دارد و این نفرها 15 سال 20 سال در این راهند. تو حالا 6 ماه است یا 2 سال است آمدی مشغول شدی میخواهی برابر اونها باشی؟ این اندیشه و این خصلت و این طرز معامله با علم غلط است. انسان اگر چون این مناسبت میکند در حال دلگیر شده میرود. 1 سال یک چیز میخواند دلگیر میشد، میپرتوید، سال دیگر چیز دیگر میگیرد، سال سوم چیز دیگر، بعد میبیند که چیزی نمیشود. سرش در کوششش نیست، کوشش میکند، تلاش دارد، استاد خوبم دارد، ذهن خوبم دارد اتفاقا، اما یک سری موفق شدن را رعایت نکرده. همون کلید اگر دندانه ها دارد، یک دندانش خلل دارد درش گشاده نمیشود. دندانه التدرج، زینه به زینه. ما زیاد طالب علمانی داریم که به دروازه طلب علم میدرآیند، عدد زیاد میدرآید لیکن عدد کم میبراید. سرش در چیست؟ چون که در بین بعضی ها دلگیر میشوند، در بین میبینن که نشدن، یعنی به تصور خودشان چرا فلانی عالم است، دانشمند است، تالیف میکند، حالا این نشدن. سرش در این است که عمر او سپری شده در این راه، به همین خاطر رسیده. یعنی اینجا عنصر وقت هم هست، اینجا جهیدن و پریدن نیست. در علم شاید در تجارت شود، یکی مثلا کارونا می شود، یکی همه جا بسته می شود، اون مال تو چنان قیمت می شود که یک چیزی که در $200,000 باید می فروختی برای تو $1,000,000 درآمد می بیارد. بعضی سبب ها می شود که یک جهش می شود، اما این قانون در علم به کار نمی رود. در علم تأخذه باللیالی والایام والسنین، آنگونه که اینجا نصیحت امام ابن شهاب زهری را که وفاتش 124 هجری است، تابعی بزرگوار از کبار تابعین است و اولین کسی که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را نوشته جمع آوری کرده، خذه مع اللیالی والایام فمن رام العلم جملة فاتته جمله. علم را با گذشت سالها روزها بگیر. کسی خواهد علم را یک بار گیرد، علم یک بار از دست او می رود.
میبینی که حالا نه 1 سال است که درس خوانده ایستاده است، میبینی با مسئله های مشغول است که خداوند در عرش است یا در جای دیگر، صفات خداوند، بدعت و سنت. حالا یک جمله عربی را درست ترکیب یا تحلیل کرده نمیتواند، با ابو حنیفه و با امام اشعری و با امام نووی بحث و جدل میکند. برادر اونها عمرشان است در این راه، در راه علم سپری کردن. امام نووی ازدواج نکردن اصلا. اون امام ها عمر خود را 60 سال 70 سال برای علم بخشیدن و در نهایت عمر یا در وسط عمر بعد تجربه ها یک کتابی نوشتن که امروز تو به او اعتراض میکنی که اگر پرسم حالا 3 سال هم نشده به علم آمدنته. بنابراین حالا که شبکه شده این مثل یک بحر است، کسی که خواهد علم را از شبکه گیرد و در این بحر درآید و شناور نباشد غرق می شود دوستان، غرق می شود. بنابراین در راه تحصیل، در راه رسیدن به قله های علم اگر خواهیم موفق شویم باید این قانون ها، این شرط ها را رعایت کنیم. این شرطی که تدرج زینه به زینه را رعایت کنیم و در زیر دستی یک شخصی دانشمندی با تجربه، با توجیه و راهنمایی اون کس ما راه علم را پیماییم. مثل یک شهر بیگانه‌ای که می‌آیی اونجا باید نوشته باشد، یا یک شهر دیگر که به سیاحت می‌روی یک نفر در کار که تو را راهنمایی کند. اگر راهنما نداشته باشی گم می‌شوی و اون 3 روزی که باید تماشا کنی در کافتوکابی هم مهمانخانه خودت سپری می‌شود. اما یک راهبرد داشته باشی تو را ساحلش هم می‌برد، جای‌های تاریخی هم می‌برد، هر کجایی که خواهی تماشا کننده تو را راهنمایی ارشاد می‌کند. و میدان علم و شهر علم از هر شهر دیگر کوچه هاش بیشتر است و احتمال راه گم زدن در این راه بیشتر است. بنابراین باید یک مرشد و راهنما انسان داشته باشد که او را آهسته آهسته از دستش گرفته راهنمایی کرده به قله موفقیت برده رساند. بارک الله فیکم و نفع بكم. خداوند به شما ان شاء الله امت را نفع بخشه و علم نافع برای همگی نصیب کند.